قدم‌های اولین برای یاد گرفتن هنر نو و خلاص شدن از بیکاری. در این مرکز گروه از زنان بیکار از ولایت ختلان ادرس بافی می آموزند. متای دست باف از ابریشم تازه که خریدارش زیاد می شود. عین زمان اینجا 15 نفر ادرس بافی می آموزند و برای کار در کارخانه های بافندگی آماده می شوند. خواستم که در همین جا اومده کار کنم و من همین ولی خود رو دوام دهم و باز رفته من در رایون بخش همیشه کارخانه ها شده دختر و زن های خانشینه به کار آماده شده. اینها رو که بستیم محکم می شود وقتی که در مرکز آموزشی ادرس و اطلس بافی را در شهر قرغانتپه سازمان های غیر حکومتی با کمک مؤسسه های بین المللی تأسیس دادند تا در کاهش بیکاری و کمبیزاتی سهم بگیرند. با فرمایشی اساسات صاحبکارزن‌های تاجیکستان از ولایت سوغد به شهر قرغانتپه آمدیم. دختران زنان از کسب هنر آموختند، نازکی‌های کسب را از خود کردند و بسیار به همین هنر اطلس و ادرس بافی توجه دارند. بانوانی که اینجا هنر می آموزند از شماری صدها هزار زن در ختلان هستند که جای کاری دائمی ندارند. بعضی خانه‌نشین و دستنگری شوهر و فرزندان مهاجرند، هرچند از بیکاری بیزار شدند و مشتاق کارند. مقامات ختلان می گویند بیش از 50% آنهایی که برای کار مراجعت می کنند زنان بیکار و مثل همین بانوان ادرس باف هستند. محض با نظرداشت بیکاری و کمبیزاتی زیاد در بین زنان ختلانی سازمان‌های غیر حکومتی به اینجا رو آوردند. در آینده ده‌ها بانوی دیگر به این مرکز برای هنرآموزی می آیند و ممکن است به آنها برای تأسیس کارگاه خصوصی هم کمک شود. حالا امید زنان ادرس باف نیز همین است که هنر نو یاد بگیرند، صاحب جای کار و زندگی بهتر شوند. آرزویی که اجرایش مثل ادرس بافی دشوار و زحمت طلب است.